امروز ما خیلی روزی با فراغت گذشت. باور کنید روزی که گذشت که در تاریخ در خاطرات ما ابدا خواهد ماند. چون ما با این دکتر را ولدی ما به سفر برآمدیم، تک بادی جای دیدیم، کاریز دیدیم، الحال نزد تابستان ایران رو دیدیم، تابستان ایران در دیدیم، زمستان تابستان ایران دیدیم، در زمستان پگاه با زمستان میبینیم در تابستان ایران. الحال ما در نزد برای خلیج فارس قرار داریم، نزد همون کشتی تاریخی که با ما گفتن. اما که مولانا یک بیت خوش دارد: آدمی دید است و باقی پوست است، دید آن نیست که دیدی دوست است، دید آن باشد که دیدی دوست است. دیدی دوست نه چون دیدی دوست چون نه با دور به دوست کو باقی نباشد دور به. و ما شما امروز دوستان یعنی فرزندان یک مادر و پدر در این ایران با ابتکاری بازم میگم علی جان در اینجا حضور داریم و خیلی منتدار هستم که نه شما مانند علمی عاشق شوید. هم دختر بود مرد بود، چون که مولانا گفته بود که عشق را آغاز از انجام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. همه وقت عاشق باشد، عشق ورزید، دوستی کنید. ما تشکر باز تکرار بیان میکنم برای آقا علی جان و آقا امیری که این هیئت گروه ما را تا امروز در خدمت و وظایف خویش را اجرا میکنم، هم خدمت هم حلی برای اجرای وظیفه خویش. در مجموع ما اهل هیئت نمایندگی خودم و هر یک تک تک اساتیدی که صحبت کردن اظهار منتداری خود را میکنیم و تا 8 روز بعدی دیگر کنفرانس علمی که تشکیل می‌یابد خیلی مستفید شده ایستاده ایم. خدا کند که همه روز همه وقت ما با هم باشیم و این یک سفر آخر نباشد، آغاز سفر علمی باشد و تا دوره های دیگر این سفرهای علمی باشد. از اله یزدان این تمنیات رو ما داریم، هر وقت میخواهیم. بسیار من شخصا بنده خیلی خوشحالم از دید اساتید و از صحبت های ایشان. هم برای من تجربه هست، هم ملکه علمی هم زیاد می شود، هم روح و روانم تقویت می شود. ما می‌دارم که پس از سفرهای اتمام این مجلس و محفل روام خیلی با کارم خوب میشد و پرتر می شود. از توجهتان خیلی تشکر بیان میکنم. جان خود را من فدای خاک ایران میکنم، چون که ایران جان است و من برایش یک تنم. زنده باشه، زنده باشه، زنده باشه. یا خود من زنده باشه. اکا من گشت عمرتون برکت. دیگه شما با چیزا مگه برکت افتین. گپ زنده گشت. خدا خلاص. بگیرم نه. بار دیگر السلام علیکم. برکت. خواهش میکنم مهمونای از ازبکستان و روسیه صحبت کنم. من امروز با روسی در نزد خلیج فارس در نزد کشتی که یک تاریخ کلان دارد ایستادیم. این البته اولش یک معجزه خداوند یا که خواست خداست که این خیلی معجزه ها در روی زمین پیدا میگردد. البته ایران بعد از دولت عربستان یا که مثال در دنیا یک تاریخ کلان دارد. در اینجا تمام عزیز و ابروهایی که قدم ماندن یا که عزیزها از همین استانهای بزرگ به وای رسیدن که ما اولاد آن بزرگان هستیم. اله پرور دوستی ما را خداوند ما بین تاجیکستان ایران تمام فارسبانان خداوند علم کنده نکند، مهرام باز زیادتر کند. خداوند هم امر با اهل بیت ما در پن اسمتش صحبت روسی بلند با روسی حافظان بیت ایتینگ من رحمت O'zbekistonlik tabobat xalq tabobati xodimlari nomidan, institut nomidan, O'zbekiston fuqarolari nomidan chin yurakdan mana shunaqa ajoyib uyushtirilgan uchrashuvlarni domla bundan keyin shunaqa Alijon akaga, domlaga tashakkur. Mana ustozlarga, mana Og'ay Aliborlar mana biz 3 kishi keldik O'zbekistondan, Toshkentdan, Buxorodan domla ustoz Atakenjayev, Avazjon Naimov, men Sarimjon Abdullayev. Mana shu institutning a'zolarimiz bizlar.
Hemen Hazreti Rahmet. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sarılmışam, solmuşam yarim. Ben senden ayrılmışam yarim. Ağlamayayım, neyleyim yarim. Ben senden ayrılmışam yarim. İstirem seni. İyi rahmet. Gözlerinden gelaman. Rahmet, rahmet. صحبت نکرده که هست حرف میزنه که صحبت نکرده حتی اون وقت قول یک توجیه Onu ben İran. sizge berama nema kasidesi bol. Kuşanı. Kupayı teram. Uzbek berama kega kilometre çam bol. Yani berama o da yok. Çam hiç yere berama sizge. Bol, bol. Çünkü biz Çok kolay. bir adam hamamım, bir adam. İki tane yemek, bir adam. مراد میگه که ازبکی توجیه که من جان تنم همدمه همدمه Ben bir batı bordayım tüyde. Babşa Uzbek'e demedim sana. Ben maki yazdı diyor ki tabrik dedi de. Hoca aruz keli, aruz domu işte ki. Adam kuzlerinden belaman yorim beni sevesan. Niye indi yonganda kaçırsan? Böyle gel. Her zaman یا شعر گویا دیگه Bana guftan ki Uzbek'e tabrik ama Uzbek'e neme doysam umuma. Haraka olacak. Aruştaki, domuştaki. Ama buramadamı mani şiire gua. Adam ki şişmod meydana ki mara دوست می‌داری. چرا از یانی من میگریزی؟ از پالوی من دور میشی؟ اشاره کرده. ها مثلا بگیری به این معنیش این خیلی. بعد اومده خوندم. و یک کتابچه دارم ازبکی مشهور قصیده‌سی. Özbeko Jurabek Muradova naz میبینن خوشخواه نaz میبینن ما رو که ناز می‌دیدیم. رحمتی که. دوست شرایط جورایب ها شروع جرایب. و دو توشون اشتراک کرده بودیم. آهنگران. اون میگه که özbeki تاجیک که من جان ترم چه برای یک تا خلق مو özbeki تاجیک یک خلق İran. ایران بخارا umuman şimdi umuman insaniyet bitti oto onu balan. Bildiniz mi? Adam, atam. Adamı پیوند با هم پیوند هست hayvan da sen. Ay zamana geldi, şok geldi, bu boşu şok geldi. Ma judo kardam. Dedim o yak budim. Yak insan. یک گوشتم اینده امروز برای ما مهم نه دین است مهم نه دیگر رویه دیگه است مهم انسان بودن یعنی آدم بودن Rahmet olsun. رحمت Peki Kuda'da vay ببخشید و یهودی می همش کریستیان می و مسلمان می و همه باب برو هیچ و بخوانید احساسات شما را مهمان عزیز نزد بحر هستید این شلپه بحر و این صدای زیبای بحر نهر بقال این طرف بقال هم بحر آب انسان را احساس بیدار میکند واقعا عشق را هوسش را معرفتش را معنویش را چه چشم را احساس می‌کنید این صدای زیبا و این هوای خوبی همون یا شعر بیاد برای بگو شعر بخوانید دلوگی صحبت‌های این صحبت برای خودمون بله شعر عشق باشه لیلت القدر حیات در دل آدم چی بود لایق به جا می شود من درباره عشق و عشق اگر گویم مگر خیلی چیز بسیار است ما یک چیز یادم آمد ببخشید من تو چورون سنفر توجیک خوندم توجیکی ما توجیک مو من پدرم مادرم توجیک اگه چورون اکتر رفتم همونجا با یک تا شعر خوندگم یکمچینی دادم موندگی خونید کم دخترین میسفید گفته با ما خب شوید نمره بچگان با شما میگم ایکاگان با بخار شما من میگم مسکان اینجا کاغان بخوره مرسید مرشکر آره نکن ما ادوانه ما گوش بدم ما هم باید دیگه دادم ایجا توجیک شیرم بود از اینا فراموش کردیم بخوانید نیست کتاب کن
کتاب هم نیست. نه همه تجربه همین حافظ به همین که بزرگیش به بزرگی که داشت در طول زندگی همون انسان حسی آدم در انسان بزرگ شده آدم چی میگه؟ امریکایی